با سلام به شما عزیزان. پیام سازمان ملل به مناسبت روز جهانی بیماری اعتیاد امسال خیلی کلیدی و حساس هستش و اون اینه که میگه و از مردم میخواد که انگ زدن رو کنار بذارن، مخصوصا تبعیض قائل شدن رو متوقف کنن و به جاش پیشگیری رو تقویت کنیم، یعنی دست به دست بدیم تا پیشگیری رشد کنه. خیلی از ما برنامه‌ای ها میدونیم که بیماری اعتیاد دو جور قربانی میگیره، یکی فرد معتاد و یکی خانواده، و به خاطر اینه که میگن بیماری خانوادگی. پس اینو متوجه میشیم که وقتی بیماری اعتیاد توسط یک فردی از خانواده وارد خانه میشه، کل خانواده